جام است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه مهر بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف می سازد و باز بر زمین میزندش. سلام و احترام حضور دوستان و عزیزان گرامی که ما را میبینند، هموطنان و همزبانان گرامی. امروز صحبت مختصر پیرامون رباعیات خیام با شما عزیزان دارم. عمر خیام یکی از شخصیت‌های بسیار نامدار در جامعه بشری است که آرزوها و تمنیات و سوالات بسیار عمیق انسان شناسانه و هستی شناسانه را مطرح میکنه که در حقیقت سوالهای عام انسانها و عام بشریت است. اما عمر خیام این سوالها را بسیار بلاغت و بسیار به اعجاز و بسیار با احساس و بسیار عمیق مطرح میکنه. سوالهای مطرح شده از طرف عمر خیام سوالهای شخصی و احساسی و فلسفی خودش هم اگر هست، ولی این سوالهای عام بشریت است که نمیتوانند همچون خیام این سوالها را بسیار صریح و به شیوایی و در قالب اشعار بیان بکنند. از همین جاست که عمر خیام مردم در تمام دنیا، چه در شرق، چه در غرب، چه در اروپا، چه در امریکا و چه در آسیا دوست دارند. باورتان شود که نام ما چون عمر است، گاهی با افرادی که از امو حوزه ما نیستن روبرو میشم، نام ما را پرسان میکنن. من میگم نام ما عمر است، میگن بله عمر خیام، یعنی عمر خیام مردم دنیا نظر به امو بیان ما ضمیرش و سوالهای فربهی که در هستی است و در مورد زندگی انسان و مرگ انسان است بیان کرده و مردم سوالهایشان و آرزوهایشان و تمنیاتشان در اندیشه و افکار عمر خیام میبینن و به عمر خیام ارادت دارن. عمر خیام میگه که چون هستی و طبیعت ناشناخته است، هستی و جهان رمزآلود رازآلود است، هیچ کسی در هستی نتوانسته که گره از این کار فروبسته انسان ها در مورد شناخت هستی و طبیعت باز کنند. بنابراین هستی ناشناخته است و هر کس که آمده، اگر فیلسوف است، اگر عالم است، اگر دانشمند است یا هر کسی که از جامعه شناس است، روانشناس است، درباره هستی و زندگی انسان سخنانی گفتند و رفتند ولی راه به جای نبردند. عمر خیام میگه که اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این حرف معما نه تو خوانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده درفتد نه تو مانی و نه من. بنابراین اگر ما در مورد هستی، در مورد طبیعت، در مورد زندگی و پیدایش صحبت میکنیم، از پس پرده است، یعنی این تو یک چیز واضح و روشن و آفتابی نکردیم که واقعیت ها در اون تبلور پیدا بکنن. هرگاه همین پرده ای که ما از پشت از او گپ میزنیم، او پرده برفته، در او زمان نه شما میباشین و نه ما میباشیم، نه هیچ کسی که در مورد هستی و جهان و زندگی انسان نظر داده و صحبت کرده. باز عمر خیام میگه آنان که محیط فضل و آداب شدن، در جمع کمال شمع اصحاب شدن، ره زین شب تاریک نبردند بروز، گفتند فسانه و در خاک شدن، یا گفتند فسانه و در خواب شدن. یعنی هر کس که آمده درباره هستی، اگر فضلا هستند، اگر دانشمند هستند، اگر علما هستند، اگر حکما هستند، که در جمع اصحاب و رفیقا و محیط و جامعه مانند شمع از دانش می سوختند، افسانه هایی را گفتند و در خاک شدند یا در خواب شدند و رفتند. از همین جاست که چون جهان نمیتواند شناخته شود و گره از کار فروبسته زندگی و مرگ انسان گشوده شود و نابرابری ها و بی‌عدالتی هایی که در جامعه انسانی است و یا حوادثی که از طبیعت در جامعه ظهور میکنه، یعنی عمر خیام به درد و اندوه
میکشانه و جهان پر از اندوه، پر از غم، پر از ناشناختنی ها و پر از بی‌عدالتی ها و رنج ها میدونه. از این سبب است میگه که گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلک دیگر چنان ساختمی، که آزاده به کام خود رسیدی آسان. عمر خیام پرسش های فلسفی که چنان که در باب هستی و طبیعت داره، در باب زندگی انسان هم داره. ای که میگه ما ندانستیم و نفهمیدیم که ما را چرا در دنیا آوردیم، هدف از آوردن ما در طبیعت چی بوده. باز وقتی که ما را آوردن، از ما سوال پرسانم نکردن، اختیار ما در آوردن ما نبود، پس ما را چرا میبرن و کجا میبرن، چرا آمدن و چرا رفتن. و همیست که میگه انسان یک موجود بسیار زیبا، یک موجود بسیار ظریف، یک موجود بسیار دلرباست که مانند او را با کوزه تشبیه میکنه که آفریننده هستی، آفریننده طبیعت و آفریننده انسان. امی جام که انسان است، که انسان به جام تشبیه شده، امی جام ظریف و زیبا و دلارا را و دلربا را وقتی که می سازه، که عقل انسان و خرد انسان و فهم انسان و زیبایی شناسی انسان 100 بار بر جبین امی جام زیبای ظریف ساخته شده دست طبیعت و خدا بوسه میزنه و سر تعظیم فرو میبره. و باز امی کوزگر هستی و امی سازنده جام امی کوزه را بالا میکنه و بر زمین میزنه و میشکنه. چه حکمتی در کار است؟ چرا چنین کاری صورت میگیره؟ جامی است که عقل آفرین میزندش، 100 بوسه مهر بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. و باز دغدغه بسیار بسیار جانکاه عمر خیام در باب مرگ است. این که مرگ چرا هست و ما با کجا میریم. حتی حضرت مولانا هم یکی از معتقدترین و یکی از کسایی است که بسیار اعتقاد به خدا و بر هستی یا بر مقصد آفریننده هستی، یعنی ای که انسان به مقصد یا هدفی ساخته شده، باز هم این سوال مطرح میکنه که روزها فکر من این است همه شب سخرم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. ز کجا آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم. و عمر خیام میگه که انسان ها که میآیند و میروند و میلیون ها سال است که همی آمد رفت است، و پیوند دیگه یا رابطه دیگری بسیار قویه که عمر خیام داره با کوزه داره، که کوزه از گل ساخته میشه. با قول یا با فکر عمر خیام امی گلی را که شما میبینی از خاک وجود انسان ها ساخته شده و از خاک وجود ما هم در آینده ها کوزه ها خواهند ساخت. میگه که در کارگه کوزهگری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزهگر و کوزه خر و کوزه فروش. باز تشویش و اضطراب و دلنگرانی عمر خیام دیست که ای کاش اگر ما امروز آمدیم و مرگ ما را میبره، مانند سبزه از دل خاک بردمیدن، ای کاش که می بود، ای کاش باز ما حیات می داشتیم، باز ما زنده می شدیم. ولی که رفتی دیگه زنده شدن و آمدن نیست. ای کاش که جای آرمیدن بودی، این ره دور را رسیدن بودی. کاش از پی 100,000 سال از دل خاک، چون سبزه امید بر رسیدن بودی. بنابراین وقتی که عمر خیام
زندگی را و حیات و بی‌بقایی و بی‌وفایی دنیا را برمیشمره، به یک نتیجه میرسه و اون نتیجه است که ما امی عمری را که خدا بر ما داده، امی عمری که بقا نداره و جاودانه نیست، این عمر باید غنیمت بدانیم و از این استفاده نیکو بکنیم، شاد زندگی بکنیم و از حیات انسانی که در اختیار ما قرار داره و از امکاناتی که در دست ماست باید لذت ببریم و شاد باشیم. عمر خیام میگه که این قافله عمر عجب میگذرد، دریاب دمی که با طرب میگذرد، ساقی غم فردای حریفان چی خوری، یا ساقی غم فردای قیامت چی خوری، پیش آر پیاله را که شب میگذرد. و باز عمر خیام مانند حضرت مولانا و حافظ به ابن الوقتی با وقت شناسی بسیار تأکید میکنه که از وقت باید استفاده اعظمی ما داشته باشیم و بهره بگیریم از زمان و از عمری که داریم. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، و این یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دار فنا درگذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. عمر خیام همچون دیگر حکما و بزرگایی که مانند رواقیون بر احترام گذاشتن با زمان با وقت تأکید میکنه و میگه که نه اندوه گذشته را بخوره و نه به فکر آینده باشه، چنان که فعلا هسته از امین الان استفاده بکنه و شاد زندگی بکنه، چرا که گذشته گذشت و آینده هم معلوم نیست. از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حال خوش باش عمر برباد مکن. ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، به باده گلرنگ نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگاه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگاه کیست. باز عمر خیام برای کسایی که بسیار خودمحور هستند و برای دیگران نظر دارند و عیب خود نمی بینند و نظر به نقصان خود ندارند و در اصلاح خود نمی کوشند، نقد بسیار انسانی و اخلاق محورانه داره. میگه که گرمی نخوری طعنه مزن مستان را، بنیاد مکن حیله و دستان را. تو غره بدان مشو که می نخوری، 100 لقمه خوری که می غلام است آن را. بنابراین با همی شعر پند و نصیحت گونه و متواضعانه عمر خیام بحث ما را ختم میکنیم و این خدمتتان عرض میکنیم که عمر خیام یکی از شخصیت‌های بلند قامت فلسفه و حکمت است که دغدغه‌های انسانی را در باب هستی و رمز راز زندگی و مشکلات زندگی و هستی و مرگ انسان بسیار به زیبایی، بسیار به روانی، بسیار با احساس و با عاطفه و بسیار شیرینی و بسیار بلاغت بیان کرده. در حقیقت هر آنچه که با قول ازی که ای عزیز من، ای دوست من، به اصطلاح از زبان ما سخن میگویی. عمر خیام از زبان تمام بشریت سخن میگوید. اما ای که اندیشه ها و باورهای دینی درباره هستی و درباره زندگی و درباره ازی که قیامتی است و حساب کتابی است و این دنیا یا هستی به دنیای امروزی خلاصه نمیشه، بحث جداگانه است که در مورد باید یک برنامه دیگه بگیریم که در اون مورد مستقلانه صحبت بکنیم. تا همینجا در مورد عمر خیام صحبت کردیم، در حالی که بحث‌های زیاد میتوان در مورد اندیشه و افکار و نظریات عمر خیام صحبت کرد. دوستان عزیز، کم ما و کرم شما شاد و پیروز باشید.